Hello my dear friends, once again welcome to the Nuri English Academy. سلام دوستای عزیز، یک بار دیگر خوش آمدید به آموزش‌های انگلیسی نوری. امروز درس چهارم ماست و می‌خوایم بحث ما درباره compound letters و یا هم حروف‌های ترکیبی باشد. امید که دوستای عزیز درس‌های قبلی را گوش کنین، چون که درس‌ها پای در پای است. اگر یک درس یاد نداشته باشین درس دومی را به خوبی یاد گرفتن نمیتونین. و قسم گفتم که درس ما امروز درباره compound letters حروف‌های ترکیبی. compound به معنی ترکیبی، letters به معنی حروف‌های یعنی جمع حرف. خود در نخست باید بفهمیم که حروف‌های ترکیبی چیست. حروف‌های ترکیبی حروف‌هایی هستند که بعضی حروف‌هایی هست که در الفبای انگلیسی وجود ندارند و با ترکیب یک یا چندین حرف یکجا شده و یک مفهوم و یا هم صدایی را افاده میکنند. مثل حرف غین در الفبای انگلیسی ما خواندیم کدام حرف نبود که صدای غین بده، و یا هم مثل چه کدام حرف نبود که صدای چه را افاده کنه، و یا هم مثل حرف شین اس داشتیم که صدای سین افاده میکرد اما حرف نداشتیم که صدای شین افاده کنه. به همین دلیل چند حرف با هم یکجا شده و یک مفهوم را افاده میکنه. بعضی حروف‌های ترکیبی را ما اینجا برای شما آماده کردیم که می‌خوایم با هم دیگه تمرینش کنیم. حرف اول ما حرف SH هستند که بسیار حروف‌های ترکیبی با حرف H یکجا شده و مفهوم افاده میکنه. حرف اول ما حرف SH هستند که SH در زبان دری با صدای شین افاده میکنه. SH یکجا شده صدای شین افاده میکنه. مانند میگیم شاپ. میبینید که در اول کلمات حرف SH یکجا شده صدای شین افاده کنه. و یا هم میگیم شیر میبینه که SH آمده صدای شین افاده کنه. شاپ به معنی دکان، شیر هم به معنی شریک ساختن. یک چیز با کسی که شریک می‌سازیم شیر میکنیم، اون هم شریک ساختن میگن. حرف دومی ما حرف CH هسته. C همراه H یکجا شده صدای چ، کاف، شین افاده میکنه. تنها صدای چ را افاده نمیکنه بلکه بعضی اوقات صدای چ را افاده میکنه، بعضی اوقات صدای شین افاده میکنه و بعضی اوقات همچنان صدای کاف افاده میکنه. مانند مثال اول ما میگیم cheer. اینجا میبینه که در اول کلمات C و H یکجا شده صدای چ را افاده کرده. و یا هم میگیم school. اینجا شین تلفظ نمیکنیم بگیم school، میگیم school، کاف تلفظ میکنیم. اینجا صدای کاف افاده کرده. و یا هم اینجا میگیم machinery. اینجا میبینه که در وسط کلمات آمده ch صدای چی را افاده کرده؟ صدای شین افاده کرده. machinery. cheer به معنی چوکی، school به معنی مکتب، machinery همچنان به معنی ماشین آلات و یا هم جمع ماشین ها یکجا شد ماشین آلات machinery میگن به انگلیسی. حرف سومی ما یا حروف ترکیبی سومی ما K و H است که K همراه H یکجا شده صدای خیر افاده میکنه. در زبان داری صدای خیر افاده میکنه. مانند میگیم تخار. همین تخار با خیر نوشته میشه. میگه حرف نداریم که استفاده کنیم در الفبای انگلیسی. به همین دلیل که H یکجا میشه صدای خیر افاده میکنه و ما نوشته میکنیم تخار. میبینید که در وسط کلمات آمده صدای خیر افاده کرده. و یا هم میگیم بلخ. میبینید که در آخر کلمات آمده صدای خیر افاده میکنه. فرق نمیکنه در اول کلمات بیاید، در وسط کلمات بیاید و یا هم در آخر کلمات بیاید. در هر جایی که بیاید صدای خود افاده میکنه. حرف بعدی ما یا حروف ترکیبی بعدی ما زید H هستن که زید H صدای ژ را افاده میکنه. مانند میگیم مژده. میبینید که در وسط کلمات آمده صدای ژ را افاده کرده. و یا هم میگیم مژگان. اکثر اوقات زید H به نام‌نویسی من حیث حرف ژ استفاده میشه. حرف بعدی ما GH هستن. GH صدای غین و بعضی اوقات همچنان صدای ف را افاده میکنه. مانند میگیم بغلان. میبینید که در وسط کلمات آمده صدای ف را افاده کرده. و یا هم میگیم انف. میبینید که در آخر کلمات آمده صدای ف را افاده کرده. اینجا در مثال اول ما صدای غین افاده کرده، در مثال دومی ما صدای ف را افاده کرده. و همچنین یک چیز دیگر را یاد داشته باشین که حرف GH 85% و یا هم 80% در وسط کلمات تلفظ نمیشه. مانند ات. میبینید که در وسط کلمات آمده تلفظ نمیشه، صورت میگیره، معنی جابجا میشه، معنی رو تغییر میده اما خودش تلفظ نمیشه. و یا هم میگیم نایت. میبینید که در وسط کلمات عدیش آمده تلفظ نشده. بغلان همچنان به معنی مغلان. انف به معنی کافی. کافی نه که ما نان میخریم، کافی که یعنی میگیم یک چیز کافی است یا بس است. ات همچنان به معنی 8، عدد 8 است. نایت به معنی شب. حرف بعدی ما حرف PH است که حرف PH در زبان داری با حرف ف همصداست. مانند میگیم فون.
میبینید که در اول کلمات آمده صدای فعل استفاده کرده. و یا هم میگیم فارمسی، میبینید که در اول کلمات آمده صدای فعل استفاده کرده. فون به معنی تلفن و فارمسی همچنین به معنی همون دواخانه و یا هم درملتون. حرف بعدی ما یا حرف ترکیب بعدی ما حرف تیو است که حرف تیو در زبان داری با حرف چه هم صداست. مانند میگیم nature نیتر نمیگیم که اینجا تی تلفظ کنیم، اینجا تیو که اگه شد با هم دیگر صدای چه را افاده میکنه nature. و یا هم میگیم picture میبینیم که تیو موقعیت گرفته و صدای چه را افاده کنه. nature به معنی طبیعت و picture هم به معنی تصویر و یا هم عکس. حرف بعدی ما حرف دیو است. حرف دیو با هم دیگه یک جای شده صدای جیم افاده میکنه. دیو صدای جیم افاده میکنه. مانند میگیم educational، اینجا educational نمیگیم، چرا؟ چون که قانون با ما گفت دیو که آمد صدای جیم افاده میکنه. educational همچنین به معنی علمی. حرف ترکیبی بعدی ما TION است که TION در زبان داری با حرف شن هم صداست. شین نون که یه شن، TION صدای شن هم میده. مانند میگیم nation و یا هم national میبینه که TION با هم یک جای شده صدای چی را افاده کرده؟ صدای شن افاده کرده. و یا هم اینجا میبینه که TION یک جای شده صدای چی را افاده کرده؟ صدای شن افاده کرده. nation به معنی ملت، نشنال هم به معنی ملی. حرف آخری ما یا حرف ترکیبی آخری ما SION است که SION صدای ژن و بعضی اوقات صدای شن افاده میکنه، صدای ژنون و صدای شینون مثل TION. اینا رو بفهمیم که چی وقت صدای شن افاده میکنه و چی وقت صدای ژن افاده میکنه. ها مثال ما میگم promotion اینجا شن تلفظ میکنیم. چی؟ شن نه بلکه شن. چرا؟ چون که هرگاه اس دبل اس آمد ژن نوشته شد صدای شن افاده میکنه. دبل اس آمد با آی او ان آمد صدای شن افاده میکنه و هرگاه اس تنهایی آمد صدای ژن افاده میکنه. اینجا میگیم پرومیشن، اینجا میگیم تلویزیون. اینجا در این صورت ژن تلفظ میکنیم. در مثال اول ما پرومیشن و مثال دوم تلویزیون. پرومیشن به معنی اجازه، تلویزیون به معنی تلویزیون و یا هم تیوی که میگن فقط از تی و وی نمیگیرن مخففش میکنن به نام تیوی و یا هم امو تلویزیون میشه. خود در کل بود این حروف ترکیبی درس امروز ما. امید که یاد گرفته باشین و حمایت هم فراموش نکنین. تا دیدار بعد، خدا حافظ.